زندگی نامه شهید دکتر محمد ایاز نیازی. شهید دکتر محمد ایاز نیازی در سال 1343 خورشیدی در ولسوالی یمگان از توابع ولایت علم‌پرور و اندیشه سازی بدخشان زاده شد. او بعد از ختم دوره ابتدایی فراگیری علوم اسلامی راهی پاکستان جهت ادامه تحصیل شد و در دارالعلوم مرکزی دارالقرآن پشاور شامل و در بخش علوم شرعی و قرائت درس خوانده است. همزمان با آن مکتب شبانه را نیز به پایان رسانیده. استاد دکتر نیازی بعد از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه الازهر مصر شده و در آنجا دوره لیسانس و ماستری خویش را در بخش اقتصاد اسلامی به پایان رسانیده است. دکتر نیازی در بخش روابط بین الملل از دیدگاه فقه اسلامی نیز سند دکترای خویش را اخذ کرده است. او بعد از ختم دوره تحصیلات عالی از کشور مصر به افغانستان برگشته و از 8 سال بعد این سو به حیث استاد در دانشکده شرعیات دانشگاه کابل ایفای وظیفه نموده است. دکتر نیازی بر علاوه وظیفه استادی خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان نیز بود. آقای نیازی از جمله چهره‌های جوان و عالم دینی است که بیشتر جوانان علاقه‌مند بحث‌ها و سخنرانی‌های وی می‌باشند. دکتر نیازی در سن 12 سالگی قرآن را حفظ کرده است و این خود استعداد و توانایی او را نشان می‌دهد. دکتر نیازی توانسته در شرایط امروز که هجوم فرهنگ بیگانه و مبتذلات وارداتی به عنوان فرهنگ مدرن بر مفکوره عده‌ای از جوانان افغانستانی تأثیر گذاشته، جمع زیادی از جوانان را متوجه مسئولیت‌های دینیشان کند. روزهای جمعه در مسجد وزیر اکبرخان بیشتر از 30,000 نمازگزار تجمع می‌کنند که بیش از 70% این جماعت را قشر جوان تشکیل می‌دهد. و اکثرا جوانان به خاطر تبلیغ و سخنرانی‌های جذاب دکتر نیازی از نقاط دوردست شهر کابل و ولایات به اینجا می‌آیند. دکتر نیازی یکی از چهره‌های درخشان و تابناک در عرصه علوم اسلامی در میان علمای دینی جوان کشور بود که سرانجام امروز حین ادای نماز شام در مسجد وزیر اکبرخان آماج حمله انتحاری قرار گرفت و به درجه رفع شهادت نائل آمد. انا لله و انا الیه راجعون.